ایشون رایان تری قهرمان مستر المپیا. تمرین سینه‌ش رو ببینید. بالا سینه قفسه سیمکش، درسته؟ وزنه‌ای که میزنه رو ببینید. تمپوی اجرای هر تکرارش رو ببینید. الان بالا سینه هالترش رو ببینید، 60 کیلوه کلا. بعد طرف خودش 70 کیلوه، تو باشگاه داره 90 کیلو پرس سینه میزنه. بعد بهش میگی چرا نمیدونه، میگه باید سنگین بزنی، به من گفتن، من دیدم فلان. این اسلاید رو ببینید، میبینید چجوری داره تمرین میکنه، چست فلایه، درسته؟ حالا ما تو باشگاه اینیم طرف خم شده جلو، اون یکی خم شده عقب. چرا؟ شما سوشال مدیا رو میبینی آقای ایکس بدنش خوبه، زده که آقا این تمرین برای قفسه سینه‌تون خوبه، این تمرین برای زیر سینه‌تون خوبه، بالای سینه‌تون خوبه. همونو میای میزنی. ماه اول میزنی، ماه دوم چی، ماه سوم چی، سیستم تمرینی چی میشه، تعداد تکراراتو برای چی بالا پایین میکنی، میدونی؟ الان 20 تا زدی، میدونی چرا؟ 15 تا زدی، میدونی چرا؟ 12 10 8 6 زدی، میدونی چرا؟ دراپ ست زدی، میدونی چرا؟ نمیدونید. فقط دارید سوشال مدیا رو نگاه میکنید. بعد میگید ما چرا نتیجه نمیگیریم. شما باید یا با مربی خصوصی کار کنید یا زیر نظر مربی کار کنید تا نتیجه بگیرید. موفق باشید.